بچه‌ها چطورید؟ حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با هم بریم استامبل گایز بازی کنیم. یه دو دست خلاصه براتون آوردم، یکم هم کات کردم. ادیت خاصی نداره این ویدیوی اول بلند منه و دمتون گرم که دارید این ویدیو رو میبینید. اگرم که میبینید دو دستی که داریم میبینید و اگه لایک و ساب کنید که دمتون گرمه. خدایی بچه‌ها بریم سراغ ویدیو. من از این مپه یکم بدم میومد خلاصه، بعد یکم شوخی مخفی بود، یعنی نسبت یه مپ دیگه هم اینجوری آبی داری ولی من تو خیلی بهترم. اینجا داشتم وقتی بازی میکردم یکم رو این تمرکز نداشتم، چون من دارم با دیوایس پلی استیشن بازی میکنم همینطور که میدونید، یا اینکه با پی سی بازی نمیکنم یا موبایلم، چون موبایلم که اونقدر کشش نداره، یعنی خیلی لگ و باگ داره. نمیخوام براتون بد ویدیو درست کنم، برای همین با پلی استیشن درست میکنم، توی چیز ادیتشون میزنم. بچه یهو دوستم اینجا گفت بپر اینجا، یه حرکت خیلی جدی و خفن زدم، جدا فکر کنم خیلی بیشتر افتادم را اینجا و من اینجا پریدم نگرفت، اینجا پریدم ولی خب این دفعه گرفت و اینجا خیلی شانس آوردم که تونستم رد شم از مذاب دیگه. آره تو داخته مذاب چی اسمش، لاوا، حالا هر چیزی. دو نفر رفتن داخل این بمبه. بچه الان این سنگا رو میبینید چه کاری به من میکنن. خب دومیه این، نگاه کن، این به من میزنه و بعد اینم میگیره منو میزنه. این سنگ دمش کرد خداییش منو گرفت زد که من برم، یعنی اون سنگ نبود خیلی به من چه میشه. یکم مپای مورد علاقه من اومد اینجا. برام این مپه خیلی مپ خوبی بود و اینکه واقعا هم خیلی اصلا عالی این مپ، به خاطر این یارو سفینه فضایی بشقاب پرنده بهش میگن. این بشقاب پرنده ها بچه برید رو شد، شاید بگید چیزه. منو نگاه کنید الان بدون اینکه اون بیام بالا رفتم بالا و یه لایک هم بزنید ویدیو رو، چون من خیلی حمایت میشه. خیلی راحته با اینا بری، اصلا کلا میتونی سریعتر برسی و چیزه. برای همین این مپ به نظرم یکی از مپ‌های خیلی خوبه بازی استامبل گایزه. الان این اسمش چیه؟ دست قبل باختیم ما. این یارو چی اسمش که الان کنار من، حالا این با پی سی داره بازی میکنه. اینجا رو نگاه بچه چه شانسی آوردم، بازم میبردم ولی خیلی شانس آوردم. تو این مپ بدترین مپ بازیه ولی یه راهکار هست که خیلی راحته. برید اون بالا، همون بالا وایسید، نگاه کنید الان خیلی تکنیک خوبیه مگر طرفا پلیر باشن. اگه پلیر نبودن نگاه کن الان چند نفرشون افتادن میخواستم برن. من همین بالا وایسادم، توی همین بالا که وایسادم نگاه کنید چی شد. اصلا کلا 4 نفر رفتن، ما بالا وایسادیم هنوز 7 نفر. الان هم یه نفر میبره اونجا. من بالا وایسادم دارم پادشاهی میکنم، داشتون داره پادشاهی میکنه. این مپ فشاری کننده ترین مپ دنیاست. حالا میگم بهتون چرا، ولی من باز شانس آوردم کلا تو این دست خیلی شانس آوردم. الان میبینید چرا. بچه اینایی که از ترتیب داره، یعنی آبی فکر کنم، بعدش سبز، زرد، اینجا رو چه شانسی آوردم. داشتم میگفتم آبی، سبز، زرد، قرمز، مثل متیکه یه جورایی، ولی خب قرمزش متیکه دیگه، زردش هم لجند. بعد دیگه خلاصه اونجا خیلی شانس آوردم. 4 نفر حذف شده بودن و من موندم و یکی دیگه نمیدونم کی بود. بچه توی این مپ ها اکثرا وقتی میری یه جایی برو اونجا خالیه. الان منو نگاه کنید چه سیاستی داشتم، نگاه کنید اینجا الان خالی بود، من رفتم توی جای خالیه، الان داره تقریبا پر میشه. الان من میرم توی جای خالی، نگاه اصلا خالی. طرفم داشت هر جا من میومد که آخرش هم خورد باخت. یه دست آج وین گرفتیم. داشتتون میتونید به این چیزم ادفرن بدید توی پلی استیشن اگه میخواید بازی کنید. ادفرن ها رو همه قبول میکنم، همه رو. این
دست اصلا این مپ فشاریه حاجی، نمیدونم چرا یهو مثلا این چی اسمش کوسه های اسکلت های کوسه کنارت میفته. این دست دیگه دست ندارم. بعد دیگه خلاصه بهتون بگم اینجا نگاه اصلا میفته کنارتون، یعنی مشکل داره. من و یه چند نفر دیگه اینجا وایساده بودیم، 14 نفر رفتن، نگاه یهو افتاد کنار ما قشنگ، یعنی شت اصلا نمیتونیم بازی کنیم. مپ دومش هم میگه تون آورد همون جوری، نمیدونم مشکل داشت با من یا مشکل داشت با بقیه، حالا کاری نداریم. بمبا رو زد، ما که فعلا بمبی نخورد. نگاه الان این اومد نزدیک من، دقیق باید ریزه بیاد نزدیک من، بازم اومد نزدیک من، بازم اومد نزدیک من، یعنی همینجوری میخواست بیاد منو بزنه. نگاه کنید قصدش من بودم، موشک میزد فقط، بمب میزد فقط بخوره به من. نگاه کن نگاه کن، من اون یارو اکیپ ما رو میخواست بزنه. بردیم دست آخره این دست. بچه یکم مپایی که میشه گفت یکم خیلی آسونه، آسون که نیست ولی خب برای پلیرایی که میدونن داستانشو خیلی آسون میشه. یعنی شما میتونی بری آخر بلاکا بریزه بعد تو بری، یعنی خیلی راحت اصلا. ولی من اصلا نمیتونم، بلدش نیستم. پلیرهای خیلی حرفه‌ای اونو بلدن، کاری ندارم. پلیر خیلی حرفه‌ای. اسکینم بچه چطوره حاجی؟ ریسینگی. این لیزرها همه که بدترن. اینجا ما چند نفر موندیم دیگه، 3 نفر. من وای میسم دونه شانس آوردم. اینجا خیلی شانس آوردم و اینجا یارو لیزری شد و داشت و یه دست دیگه برد. فکر کنم دست سومم داریم یا نداریم؟ نه. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. مرسی، فراموش نشه. فعلا خدافظ.